خواجه سراج‌الدین قمری آملی معروف به قمری آمانی از شاعران پارسیگو نیمه دوم سده ششم و اوایل سده هفتم است. از سراج قمری حدود 200 رباعی بر جای مانده که برخی از آنها در رده خمیات جای می‌گیرد. سروده او در برگیرنده قصیده‌ها و قطعات و رباعیات است. به یک کارنامه هم دارد که در قالب مثنوی میباشد. در برخی منابع او را شاگرد امام فخر رازی و استاد خواجه نصیرالدین طوسی دانسته‌اند. دیوان سراج آملی در سال 1368 به تصحیح دکتر یدالله شکری به چاپ رسید که اساس آن دست نویسی است که عمر بن محمد مروزی آن را در سال 716 نوشته است و اکنون در کتابخانه چستر بیوتی ایرلند نگهداری می شود. رساله چنگ از آملی که آن را به نظم و نثر مسجل ساخته در موضوع آواز خوش و غم انگیز چنگ است که چگونه حالات و هیجانات درونی انسان را میتوان در آن پدید آورد. مولانا سراج آملی یکی از استادان چیره دست شعر فارسی است.